خیلی خوب. و اما برنامه زیبایی که به عنوان افتتاح برنامه هامون داریم توسط کسی اجرا میشه که نام ایرانیان رو در کتاب رکورد گینس ثبت کرده. او تنها رکورددار گینس هست که نامش ثبت شده در این زمینه‌ای که عرض میکنم. او رو روزنامه نیویورک تایمز به عنوان معجزه قرن اسم برده در سال 2004 میلادی وقتی که کار او رو دیده و باش مصاحبه کردن. و او در ایالات متحده آمریکا دارنده نشان افتخار هنری است. تنها ایرانی که این نشان رو در زمینه هنر و حضور روی صحنه‌ها در آمریکا به دست آورده. مصاحبه های او در شبکه‌های پرطرفدار تلویزیونی در سراسر جهان پخش شده. او در کنار افراد مشهوری مثل دیوید کاپرفیلد و یوگی در رسیده، بلکه در بین 3 هنرمند برتر جهان ثبت شده و این رو هم در 23 سپتامبر در سال 2010 در اسپانیا انجام شد و سهام افتخاری کمپانی MGM رو دریافت کرده و سفیر هنری سازمان ملل هست. ایشان برای اینکه خب میتونن به خاطر اجرای این گونه برنامه به سراسر جهان سفر کنن، سازمان ملل ایشون رو به عنوان سفیر صلح معرفی کرده که حضور داشته باشن. و ایشان خانم ها آقایان بزرگترین مرد شیشه خوار جهان هستند و تنها مرد شیشه خوار جهان هستند. چند وقت پیش ایشان مهمان رسمی و انحصاری امیر امارات بوده است، شیخ محمد، و در اونجا جلوی خود شیخ محمد شیشه میزش رو خورد کرده و جلوی آقا شیشه رو خورده، میز آقا رو خورد. جدی میگم. و همه نوع شیشه هم میخوره، یعنی شیشه سیکوریت، شیشه های ماشین های ضد گلوله، شیشه نوشابه، شیشه مهتابی، همه اینا رو میخوره. در صورتی که مثلا به ما میگن این لامپ های کم مصرف رو اگر میخواید عوض کنید حتما دستمال به دستتون بگیرید عوض کنید چون سمیه. اما این شیشه ها رو با همون سم موجودش میخوره و هیچیش هم نمیشه. و من وقتی ازش پرسیدم که چطور متوجه شدی که این کار رو بکنی، گفت از 6 سالگی وقتی یه خواب دیدم، از خواب بلند شدم، تو خواب میبینه که داره شیشه میخوره و بلند میشه و اون خواب رو عملی میکنه و میخوره، شیشه میخوره. یعنی هیچ جای بدن هم در اثر خوردن این شیشه ها زخمی نمیشه. به هر حال همطور که نیویورک تایمز نوشته این یک معجزه خداوندیه. به هر حال دندانهای شیری ایشان هنوز نیفتاده و با دندانهای شیری خودشون این شیشه ها رو میخورن. اینی که من به این خاطر گفتم دلم میخواست بچه ها نباشن، اگرم بچه ها هستن یه موقع فکر نکنن که این کار عملیه. این کار فقط برای افراد خاص، میگم این تنها بچه ها توجه کنن، تنها موجودی در جهان هست در طول تاریخ که تونسته این کار رو بکنه. یه موقع شما فکر نکنید این کار میشه، مثل این سریال کار دستمون ندن بچه ها. دیدین که اخبارشو شنیدید تو حوادث، این سریال 5 کیلومتر تا بهش یه نفر فکر کرده بود که میتونه اینجوری روح از بدنش جدا بشه و این بچه نوجوان بلا سر خودش آورده بود. به هر حال میخوام این رو عرض بکنم که ایشان یک معجزه خداوندی هستن و الان میان در حضور شما این کار رو انجام میدن و من در پایان باشون مصاحبه هم میکنم که سوالای شما رو هم جواب بدن. اما کاری که در گینس کرده بودن
ایشون مثلا میاد یه مدتی شیشه میخوره، بعد قبل از خوردن شیشه وزنش میکنن، بلافاصله بعد از خوردن شیشه هم وزنش کردن. یک مسقال تغییر وزن ایجاد نمیشه در بدنش. اینم باز یک مسئله خارق العاده است که یک ذره به هر حال یک جسمی وارد بدن شده، باید به اندازه اون جسم آدم اختلاف وزن پیدا بکنه، ولی ایشون پیدا نمیکنه. خانم و آقایان، جناب آقای امین الله صفاری به افتخارشون. امین الله صفاری، مرد شیشه خار، درود بر شما. خب من از دوستان خواهش میکنم این بخار رو دیگه از خودشون در نکنن، چون این باعث میشه که این لحظات رو از دست بدیم، چون لحظات بسیار حساسیه و شما باید در جریان ثانیه به ثانیهش قرار بگیرید و کار آقای امین الله صفاری رو با هم دیگه ببینیم. برای منم جالبه، چون اولین بار هست که کارشون رو میبینم و انشاءالله بعد دعوتشون بکنیم به تلویزیون و در اونجا هم برنامهشون رو ملاحظه بکنیم. امین الله صفاری رو یک تقدیر خیلی شایسته ازش به عمل بیارید تا کارش رو بریم. السلام علیک یا آقا علی ابن موسی رضا. عرض سلام و شب خوش دارم خدمت یکایک شما عزیزان. جا داره قبل از هر چیز تشکر ویژه‌ای داشته باشم از جناب مصطفی عزیز، آقای جلیلیان، آقای فتایی و همه همکارانشون که این مراسم بسیار زیبا رو ترتیب دادن در خدمتتون. واقعا برای خود من افتخار از وقتی که در اون سر دنیا جناب شهریاری عزیز رو در تلویزیون می‌دیدم. آرزوی من بود با اینکه در اون سر با مجریان مختلف دنیا برنامه اجرا کردن، این بود که افتخار داشته باشم روزی در کنار ایشون به اجرای برنامه بودم. واقعا خدای خودم رو سپاس میکنم و تشکر ویژه‌ای میکنم از آقا علی ابن موسی. درود بر شما، درود بر شما. خب خواهش میکنم این بخارینا هم نباشه که ما دقیق کار ایشون رو ببینیم. بفرمایید آقا، شیشه بیارین، یه مهتابی بیارین آقا بخوره. بچه ها بشینید. بچه ها تو جون مادرتون فکر نکنید این کارا رو میتونید انجام بدید. چه بدبختی داریم از این بچه ها. یا قمر بنی هاشم. کلن گاز نئون و اینا رو رفت. انگار داره شیشلیک میخوریم. آب بیاریم، آب بیاریم. آدم کباب شاندیز هم اینجوری نمیخوره. نوشابه. خب یه بطری نوشابرم بخورم. کلن بیاد خونه کسی مثلا آشو با جاش میخوره. بفرمایید.